بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: أقول إن هذه الشبهة، يقصد أي شبهة؟ رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. صح؟ شيخ می‌فرماید که إن هذه الشبهة شبهة شیطانیه. این شبهه که قرآن هیچ کس نمیتواند فهمیدن و سنت را هیچ کس فهمیدن نمیتواند جز مجتهد مطلق، این شبهه شیطانی است. خواه شیطان از جنس انسان ها باشد و خواه از جنس جن ها باشد. توصل بها الشیطان الى تعطیل الكتاب والسنه، به وسیله آن یا که به واسطه آن، به واسطه همین شبهه، شیطان چیکار کرد؟ آمده رسید به مقصد خود. مقصد خود چی بود؟ مقصد شیطان چی بود؟ تعطیل کتاب الله، بیگانه کردن کتاب الله و سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از مردم، از مؤمن ها بیگانه کرد. خیلی که امروز اکثر مسلمان ها از قرآن و حدیث بیگانه هستند. و صرف الفهم عنها صرفا کلیه، و چیکار کردن؟ فهمش مردم را بیرها کردن. فهمش مردم را بیرها کردن از چی؟ از فهمیدن کتاب الله و از فهمیدن سنت پیغمبر علیه السلام. صرفا کلیاً کاری کرد که یگان کس نمیتونه فهمیدن، الا یعنی که امون اقل القلیل. و این هذا لصد عن سبیل الله، بدرستی این اعراض است، رو تابع است، رو گردانی است از راه الله. و تکذیب لکتاب الله، این دروغ است نسبت کتاب الله. یعنی کسی این شبهه را قبول کند، گوید که قرآن را و حدیث را کسی فهمیدن نمیتواند، بالخصوص قرآن فهمیدن نمیتواند الا مجتهد مطلق، این یعنی با چنین اعتقاد باور کردگی کس کتاب الله را تکذیب کردگی است. زیرا اینکه الله تعالی میفرماید حیث یقول الله تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر، واقعا یا که الله تعالی قسم یاد میکند که سوگند، قسم یاد که ما قرآن را میسر کردیم، سهلناه، آسانش کردیم. برای چی؟ للذکر ای لمن اراد ان یتذکر و یعتبر، برای کسانی که واقعا یعنی پند گرفتن خواهد و نصیحت گرفتن خواهد و عبرت گرفتن خواهد. برای چنین کسان ما قرآن آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا ذکر کن و پندگیر و عبرتگیر هست؟ گفته الله سبحانه و تعالی میپرسد. فالله تعالى يقول اخبارا عن نفسه بانه يسر القرآن للذكر، الله سبحانه و تعالی از طرف خود خبر داده است که قرآن را میسر کرده است برای پند گرفتن و برای عبرت گرفتن. و اکد ذلك الخبر باللام المؤتات للقسم، و آن را تأکید کرد بلامی چی؟ بلامی که جواب است برای قسم. بلامی که چی؟ برای قسم جواب شده. ولقد، همین لام چی است؟ لام برای جواب قسم شده است که قسم در اینجا محذوف است، حذف شده است. یعنی که قسمیات میگوید الله تعالی که ما قرآن میسر کردیم، آسان کردیم برای پند گرفتن. آیا یگان پندگیر هست؟ و هؤلاء یقولون ان فهم القرآن و سنت مستحیل، اینها باشند چنین میگویند که گویا فهمیدن قرآن و سنت مستحیل است، یعنی امری ناممکن است، از طاقت بالاست. مفهوم؟ مستحیل یعنی ناممکن. و غیر ممکن یعنی همون معنا، ممکن نیست الا للمجتهد المطلق الذي يشترطون فيه، بجز برای که یعنی که آسان است برای آن مجتهدی که یعنی مجتهدی مطلق است که در او چنین شرط ها وجود دارد. یکم ان یکون قد حفظ على الاقل 100
الف حدیث عن ظهر قلب. یکی از شرطهای مجتهد مطلق آن است که این گفتی ویها اقلا 100,000 حدیث از بر داند، یعنی عن ظهر قلب گفته 100,000 حدیث از یاد داند. دوم حفظ القرآن و ما قیل فیه من التفاسیر، و قرآن از بر داند و آنچه را که بود در خصوص قرآن است از دیگر انواع تفسیرها. حفظ الاقوال الفقهیه بادلتها الى غیر ذلك، سخنهایی که با فقه سر و کار است با دلیلشان و غیر از اینها باید که اینا را از بر دانند. و ما هذه الا مناقضه لما اخبر الله به، و تمام اینها ضد و مخالفی خبردادی الله سبحانه و تعالی می باشند. اما جعله فی کتابه من اليسر، اون آسانه را که الله تعالی در کتاب خود قرار داده است للقارئین برای خواننده ها و المتفهمین برای فهمنده ها و المتعلمین برای علم آموزندگان. یعنی این آسانه را که الله تعالی برای قاری ها، برای میفهمیدگی ها، برای علم آموختگی ها قرار داده است. کسی این شرط و شروطی این اهل بدعت گوش فرا دهد و قبول کند اگر و این مخالفی گفتی الله می شود. مفهوم؟ الله می فرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. وقال الله عز وجل، وقال الله جل من قائل، الله بزرگ می فرماید و انزلنا الیک الذکر، ما به تو ذکر را، پند را، قرآن را نازل کردیم. لتبین للناس، یا که مثال گیریم این درباره سنت است. ذکر اینجا به معنای چیه؟ سنت آماده شده است. و ما به تو نازل کردیم ذکر را، یعنی که همین حدیث را. لتبین للناس، تا اینکه تو روشنی اندازی برای مردم اونچه را که در قرآن است، مثلا حلال و حرام را. ما نزل الیهم، چرا که به ایشان نازل شده است. ولعلهم یتفکرون، تا ایشان تفکر بکنند. یعنی وقتی که تو بس سنت تفسیری بعضی آیات کردی، بعضی آیاتی که او را مثال گیریم به حدیث فهمیده نمیشود، وقتی که تو برای مردم روشنی انداختی و یا امکانیت پیدا میکنه برای تفکر کردن، برای ادراک کردن. مفهوم؟ لعلکم تتفکرون گفته شده است که لعلهم یتفکرون، تا بایها تفکر کنن. معلوم شده است که بعضی جاها هست که انسان امکانیتی تفکر کردن ندارد تا پیغمبر علیه السلام برای او به سنتش روشنی انداخته باشد. فاخبر الله تعالی انه انزل على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم القرآن ليبينه الرسول باقواله صلی الله علیه و سلم و افعاله و تشریعاته التي هي ترجمه للقرآن. الله سبحانه و تعالی خبر داده است که با پیغمبر خود با رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده است قرآن را، تا اینکه وی را رسول صلی الله علیه و سلم با سخنهای خود، با افعال خود، با قانونهای خود روشنی اندازد. التي، آن تشریعات، آن قانونهایی که وی ها ترجمه قرآن کریم هستند. سخنهای پیغمبر ترجمه قرآن کریم هستند. مثلا خب نماز خواند گفته است الله سبحانه و تعالی، اما نماز ذکر نکرده است، بامداد و پیشین، عصر و شام خفتن، رکعات نماز مثال گیرم بیان نکرده. اینا رو کی بیان کرده است؟ پیغمبر علیه السلام. مفهوم؟ فهل امر رسول الله بمستحیل، آیا با می شود که پیغمبر علیه السلام امر فرمود باشه به یک کاری ناممکن؟ حاشا و کلا، یعنی پاکی بادا و نشاید و هرگز نه. این خیلی ممکن نیست که پیغمبر علیه السلام به یک کاری ناممکن، غیر امکان امر فرموده باشه. و انما امره ممکن، و انما امره ممکن، امر پروردگار ممکن است. شما تصور کنید همین الله تعالی امر میفرماید که بکنید، من نخواد یعنی که چی یک کاری ناممکن باشه الله تعالی چی گوید؟ بکنید گفته باشه. حالا که میفرماید الله تعالی که در دیگه موضوع لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یگون انسان الله تعالی از طاقتش بالا امر نمیفرماید. نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، این بیان و روشنی است برای مردم، این هدایت است و پند و اندرز است برای کسانی که تقوا میکنند. فكيف يكون بيانا وهو مستحيل الفهم، بس چه خیلی بیان میشده است اگر او در فهمیدن غیر ممکن باشد. ما هذه الا فریه شیطانیه، این جز بافته ساخته شیطان، دیگر چیزی نیست. اراد بها الشیطان صرف العقول عن التفکر في كتاب الله و في سنة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این چنان یک بافته است که به اون شیطان میخواهد
چیکار کند؟ عقل مردم را باز دارد از تفکر کردن در کتاب الله و در سنت پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم. و قال الله تعالی، الله تعالی میفرماید ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا. واقعا با قسم یاد میکند، یعنی می لامی چی میگم؟ موطئه للقسم، یعنی لامی برای جواب قسم شده است. قسم یاد. واقعا ما صرفنا ای بینا فی هذا القرآن، در این قرآن بیان و روشنی انداخته ایم. برای چی؟ لیذکروا ای لیتعظوا، تا اینکه مردم پند بگیرن، نصیحت بگیرن. و ما یزیدهم الا نفورا، ولی بعضی مردم را جز نفرت چیز دیگر زیاد نمیآورد. ای تباعدا عن الحق، بعضی مردم از حق با دور میگرداند و غفلت از نظر کردن در چیزی درست. یعنی که اینا با میفهمیدگی هم مؤمنا هستن، با کافر و با منافقا رو میبینید نفرتشون باز زیاد شدن میگیرد. معلوم میشه که از قرآن بیان و روشن بوده است. کسی از قرآن نفرت کرده گریزد، اگر او مؤمن باشد واقعا در او خصلت منافقی کافره است. نعم. فقوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، قول الله تعالى که میفرماید ما روشنی انداختیم در این قرآن، ای نوعناه، یعنی او را با نوعها نشان داد در قرآن، یعنی نوع روشنی و بیانه، بیان و روشنی انداختیم. همینه الاحکام، از همون نازل شده از قرآن با بعضی چیزا هستن که با آیات احکام می باشن. و منه الاوامر، و از امرها می باشه. و منه نواهی، چیزای منع کرده هستن. یعنی نوع هر یک بند و انواع جدا شدگی است. و منه القصص، در او قصه ها هست لامور قد مضت، نسبتی کارهایی که از سری امت گذشت. و منه الاخبار بالغیبیات التي ستأتی، از قرآن با بعضی خبرها هست که او خبرهای غیب است، نسبتی اون غیبی که ستأتی زود می آید یا که بعداً می آید. منه المواعظ، موعظه ها هست. و وصف الجنه و النار، از قرآن یعنی که وصف جنت، صفت جنت و دوزخ است. و اوصاف المؤمنین والکافرین والمنافقین، و همچنین صفت مؤمن ها، کافرها و منافق است. و ما اعده الله لهؤلاء و هؤلاء، و آنچه را که الله تعالی وعده کرده است برای اینها و اونها. كل ذلك قد ورد في القرآن، همه اینها واقعا در قرآن آمدگی هستند. بالاضافه الى ما اخبر الله به عن نفسه، و در برابر این یا علاوه بر این اون چیزایی که با الله تعالی خبر دادگی است، این در برابر این چیزایی که در بالا گفتیم درباره قصه ها و امر و نهی، با در برابر اینها الله تعالی درباره خودش هم خبر دادگی است. من اسمائه الحسنى و صفاته العلى، درباره نام های زیبای خود و صفات های بلند خود. و عما له من المكملات التي لا تبلغ العقول وصفها، با درباره آن چیزی از دیگر، یعنی که چیزای کمالاتی که یعنی عقل نمیرسد به وصف کردن اونها. جل شأنه و تعالی صفاته، یعنی شأن الله بلند است و صفاتهای بلند است. و تقدست اسماؤه، نامهای الله تعالی پاک و پاکیزه هستند. فهل القرآن لم ينزل إلا ليتلى في المآتم فقط، نخواد که قرآن نازل شده باشد فقط برای تلاوت کردن اون را در ماتم ها، در مراسم های دفن و دیگر، فقط برای همین است. غیر متخذینه شرعا، که وی را همچون شریعت نگیرند. ولا آخذین منه الهدایت، از او هدایت نگیرند. والاحکام، از او حکم نگیرند. قرآن برای همین نازل شدگی است، فقط او را در ماتم و در مراسم های دینی، یعنی چی، تلاوت کنند و در جشن و در مرگ و مرده او را قرائت کنند. از سری قبرها بعضی احمقا قرائت کنند و بعد چی، او را شریعت درباره، یعنی که شریعت از قرآن گرفتند و گریزند، حکم از قرآن گرفتند گریزند، هدایت از قرآن گرفتند گریزند. او برای همین است. ان هذا له الضلال البعید، اگر گویند که همین است، قرآن برای همین است، این یک گمراهی دور از حقیقت است. وقد قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر علیه الصلاه و السلام میفرماید که رحم الله امرا سمع مقالتی فوعاها، الله رحمت کند اون انسان را که سخنی مرا شنید و او را از بر کرد. او را چیکار کرد؟ از یاد کرد سخنی پیغمبر. و اداها لمن لم يسمعها، برده رسانید به کسانی که این سخنی مرا نشنیدند. فرب مبلغ او عاله من سامع، بسیار کسانی هستند که به اونها برده رسانیدن، حفظ او غیرت او با قوت می شود از اون کسی که شنیده است.
مثلا یعنی شما امروز شنیدی استادید بعضی امر معروف و نهی ها از شیخا و از استادا و از معلما شنیدی استادید، برده وقتی که به قومتون به مردم عادی میرسونید میشود که از اونها با غیور و با حفظتر و با غیرت همین خیلی سختتر شدنش ممکن از شما هم دیدن. برای میگوسه ربا بعضا میشود که بسیار مبلغ اون کسایی که برده به سمع اونها رسوندن اوعا میشوند، با حفظشون با قوت و غیرتشون با قوتتر میشود من سامع، از کسی شنیدگی میده، نه مباشرتا از استاد شنیده است. از خب و فی روایت دیگر روایت اومده که نظر الله امرأ سمع مقالتی فوعاها، این حدیث صحیح، یعنی الله زیبا قرار دهد یا که زیبا گرداند اون انسان را که سخن مرا شنید، فوعاها او را از بر کرد و اداها الی من لم یسمعها و برده رسانید به کسی که این سخن من نشنید. فرب حامل فقه، بسیار یعنی که فقه می برداشتگی کسا هستن که غیر فقیه و خودش فقیه نیستن، یعنی فقه می فهمد و فقیه نیستن. و رب حامل فقه الی من هو افقه منه، بسیار کسانی هستن که فقه می فهمد، یعنی که بردارنده یک فهم و فهمیش هست، با کسی برده میرسوند با وی از وی دیده با فهمتره، فهمیش او با قوته. فهمیدید؟ بزرگیم شما اگر برای مثال بسید 80% فهمید برده به مردم خود رسونید، در دنیا با کسانی پیدا میشوند که از شما 80% فهمیدگی باشید وی با قریب 100% میفهمند. خیلی شدنش هم ممکن است تخریج اینو گذاشتیم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم الا لیبلغ الشاهد الغائب، آگاه باشد باید کسی که در مجلس من حضور دارد برده رساند هر چی را که از من شنید به کسانی که غایب هستند. فرب مبلغ او عام سامع، بسیار وقت می شود که مبلغ یعنی به کسی برده رسانیدن یعنی حفظ او عملی او قوتر می شود از اون سامع دیدن. حدیث بخاری مسلم حدیث ابو بکر روایت کردن. وقال صلی الله علیه و آله و سلم بلغوا عنی ولو آیه، پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود که از نام من گرچند که یک آیت را شما شنیدید برده رسانید. و حدثوا عن بنی اسرائیل، درباره بنی اسرائیل یعنی نقل کنیدون، ولا حرج باکی ندارد. و من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، کسی از نام من یک سخن دروغ بگوید یعنی که او برای خود در چی خب یعنی کسی از نام من یا دروغ گوید برای خود از آتش دوزخ چی میگیرد؟ جای میگیرد. فلیتبوا یعنی اینجا امر است به معنای خبر است، یعنی که برای خود جای میگیرد از دوزخ، یعنی جای خودش در دوزخ قرار میدهد. حدیث بخاری مسلم از حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت میکنه. فهل امر الله ورسوله بحفظ القرآن والسنة وتبلیغهما يعد عبثا، آیا امر فرمودن الله و پیغمبر او به حفظ کردن کتاب و سنت و به تبلیغ این دو به مردم این را اعتبار داده میشه همچون عبث بیهوده؟ یعنی الله تعالی و پیغمبر او علیه السلام امر کرده است که شما از بر کنید به دیگر را برده رسانید و با یک چیز فهمی برده میرسونید، همین خیلی است. آیا همین امر با میشه که یک عبث بیهوده بیکار باشه؟ هیچ ممکن نیست. اذا قلنا انه لا يمكن للانسان المتعلم او العالم ان يفهم معاني كتاب الله، اگر ما گوییم که ممکن نیست برای انسانی تعلیم گیرنده یا که عالم فهمیدن معنی های کتاب الله و معانی سنتی رسول الله صلی الله علیه و و معناهای سنتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام فهمیدن ممکن است. هل امر الله عباده بالمستحيل، یا که هل امر الله عباده بالمستحيل، آیا با میشود که الله تعالی بندگان خود را امر فرموده باشه به یک کاری ناممکن؟ حين قال، اون هنگامی که فرمود که وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نباید که مؤمنان همه ای ما صلح لهم، برای مؤمنها صلاحیت نیست، خوب نیست که همه برابر چیکار کنن یک جای لینفروا ای لیخرجوا جميعا للجهاد والطلب العلم، همه برای چی؟ برای جهاد براین و همه برای طلب علم براین، همه یک جای نبراین. فلولا نفر من
کل فرقه منهم طائفه، آیا نمیبرد هر فرقه از اونها یک طایفه براید، یعنی همه نبران یک طایفه براید، لیتفقهوا فی الدین، تا اینکه با دیگران چیکار کنن؟ در دین علم آموزن. همه جهاد نبرد با یک دسته یا چیکار کنن؟ مونده علم بیاموزن. واقعا نگاه کنید، اما در علم آموزی هم امروز واقعی که در تاجیکستان ما روی داده شده ایستاده است، مثال گیریم همه را جمع کرده آورده ایستاده است، هیچ گپ نداره. یعنی باید که در نظام واقعا کسانی که میخوانند بعد در تلاش و کوشش آن میشوند که چیکار میکنن؟ کوات گرفته اطراف دولت میبندند و واقعا میخوانند. اما امروز ببینید که همه بنام طالب علم میبینید که دایده گشت است، در این فرقه در اون فرقه پیوست شده ایستادن، در این جماعت در اون جماعت‌های غیر رسمی غیر اسلامی پیوست شده ایستادن. به نظامی به ترتیبی است. برای من یعنی حتی در جهاد میگوید که در جهاد یک دسته جهاد برای یک دسته دیگه ماند علم آموزه. شیخ تفسیر میکنه میگوید که ولی طلب العلم، برای طلب علم هم باید که یک دسته طالب علم شود، دیگه را با محنت و دیگه وطن و دیگه خدمت‌های اهل کشور کند. همه خلاصه برنامه میکنند بسیار انسان ها. لیتفقهوا فی الدین، برای خاطر در دین فقه آموختن، یعنی که علم آموختن. یتعلموا امر دین الله، امر دین الله را بیاموزند گفتند. هم خلاصه ولینذروا قومهم، با گشته همین طالب علمایی که اندک اومدن با صفت اومدن رفته قوم خود را بیم کنانند. علی یحذرهم ما یخاف علیهم مخالفته وليعلمهم دین الله، رفته با مردم کارهایی که مخالف دین الله هستند، ضد الله هستند، اون کارها خواب ضد سنت پیغمبر، ضد دین اسلام هستند، اونا را بفهمونن. حالی مردم گشتن رفتن حلال میدونن نه حرام، همش نمیچم الله نمیدونن. اذا رجعوا الیهم، وقتی که به قوم خود برگردن، لعلهم یحذرون، تا ایشان حذر بکنن. لا يخافوا عقابا، اینکه مردم چیکار کنن؟ یعنی بترسن از عذاب الله، عمل کنن به همون علمی آموخته که علمی به ایشان داده شده. لقد بلغ الشیطان امنیته بهذه الشبهه، واقعا شیطان به مراد و مقصد خود به سبب این شبهه رسید. یعنی شیطان به مراد و مقصد خیش رسید به سبب این شبهه را در میان مسلمان ها پیاده کردنش. حین صرف بها الناس عن کتاب الله، همون هنگامی که مردم از کتاب الله روگردان کرد و سنت رسول الله صلی الله علیه و سنت پیغمبر، حتی ملاها هستن که از سنت پیغمبر حذر میکنن. حتی کار به اون رسیدگی است که ملاها را کار کردگی است، خصوصا ملاهای روسیه. در روس یگون تاری ریش نیستن، وقتی که اون مسلمانای عادی که ریش میمونن چیکارش میکنن؟ بعد پلیس و دیگه خدمات دولت روسیه میدونن، میگن که برای چی تو ریش موندی؟ خود تو خادم دین هستی؟ میگه که من خادم دین نیستم، مؤمن مسلمانم. میگه بعد تو همون اماما تو بیشتر نمیدونم. میگه یعنی یک برای اینو چیش دیگه سبب میشن برای خاطر دیگرها امکانیت ریش موندن ندارن در روسیه. خب زنی که ملا خودشون ریش میتراشن و طور خودشون گویا که تازه آلفته میشن، اینه که از همه چرکین ترین خلقا اونا. نه بل انه لم يصب الشيطان من اهل العلم بمثل هذه الشبهه، بلکه میگن این مصیبت از اهل علم به مانند این شبهه دیگه یگون چیز شیطان نرسیده است. حين صرفهم عن شرع الله، یعنی حال اون مردم عادی به اون طرف هستن، یعنی الناس اون طرف هستن، یعنی اهل علم کارش کردگی شیطان در اون هم. و یاره چیکار کردگی است؟ اهل علم حتی گرداندگی است از شریعت الله. کدوم مفتی روسیه؟ غیر خیلی بعضی مفتی‌ها با مانند نفی الله عشیرف کم و بیش خواندگی. دیگه مفتی‌های روسیه کجا خواندگی هستن؟ بخارا بی سوادن، تماما بی سواد است، یگان تاش علم و معرفت نداره. ولی در دولت‌های گسترده که ترقیادار، امکانیت دار، پول و پیسه دار، با اون مفتی‌های طرفای آسیایی یگان تاش با یگان چیز آداب و اخلاق و مدنیت و علم سواد نداره، همش بی سواد و جاهل است. برای مردم همین نقضه، برای مردم همین خیلی فارم است که چقدر که مفتی بی سواد باشه مردم هم قدر کار دین و دنیاش پیش برده میته، حلال حرامش آمیخته کرده پیش میبره. فهمیده؟ تعلما و تعلیما، نه تعلیم دادن میتوانن، نه تعلیم گرفتن میتونن، نه اجتهاد دارن، نه استنباط، یعنی نه حکم گرفتن میتونن. همین خیلی بی سواد هستن که یعنی که کدام خلقی که از پشت اونا نماز میخونن اگه سوال جواب در منبر شده جواب دادن میگیرن، میشد نمیشد، حلاله حرامه گفتن میگیرن.
برای خاطر این است که در بین مسلمان ها اینقدر فرقه و حزب تحریر و حزب نهضت و بعد دیگه حزبای گمراه هم اینا پشت این مولای بی سواده، هم مفتیای بی سواده، شورای علمای که به نام شورای علما شورای جهلا هستن، جاهل هم بل وجعل ذلك أي البحث عن معاني كتاب الله ومعاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في الاستنباط منهما جعل ذلك ضربا من الجنون ونوعا من الزندقة. بلکه شیطان اونها رو کار کرده است که کسی جستجو کند درباره معنای کتاب الله و معنای سنت پیغمبر علیه السلام و اجتهاد و کوشش و تلاش کردن درباره حکم گرفتن از کتاب الله و از سنت پیغمبر، جعل ذلك ضربا، این را یک نوعی دیوانگی قرار داده است، نوعی یک زندگی. یعنی کسی را بینن که کوشش تلاش میکند از قرآن دلیل بیاره، خیلی که یک دختری شیعه در مسجد وای که وقتی که با یک خواهر مسلمه بحث میکند درباره یعنی قرآن و حدیث و حق بودنی و گویا که حق بودنی شیعه را اثبات کردن درباره تاریخ و درباره سر کردن افسانه‌اش سر کردن میره، با این خواهر مسلمه از قرآن و حدیث گام میزنه، داد زده میخیزه، میگه که به این وهابی‌ها میگه صحبت نکنه، اینا به اینا که بحث کرده اینا فقط قال الله قال رسول الله دیگه هیچ ندارن. سبحان الله، خودش نگاه به زبان خودش گمراه بودن خودش اعتراف کرده. از روی اون کت درباره کت شستگی بودیم پریده میره بود، میگه که ای مونت سبحان الله، میگه اینا خطی بحث کردن او سبحان الله گفتگی نیست. به این وهابی‌ها بحث کردن نمیشن، اینا فقط چی که گویند از الله گفت و پیغمبر گفت میگویند، میگه تاریخ خبردار نیست. سبحان الله، نخواد دین ما تاریخ گیره، دین از قرآن و حدیث گرفته میشه. جاهلن شیعه و این بدبختا. نعم. بل قال لهؤلاء القوم الذين قالوا هذه المقالة إنه لا بد لكل واحد منهم أن يقلد إماما من الأئمة الأربعة. حتى برای این قوم چنین میگن، این جاهلا که این مقاله را میگن، چی میگن؟ میگن که ضرور است برای هر یکی از اونها چیکار کنن؟ مقلد یک امام باشد از اون 4 امام. یعنی البته باید که پشت همون 4 مذهب کورانه رفتن گیری. لا يخرج عن اقواله و آرائه، از سخن او از رأی اون مذهب است، از اجتهاد وی نمیبره. ولا يجوز له اذا قلد ذلك الامام ان يحيد عن رأيه. وقتی که مقلد یعنی تقلید از پس یک امام میرود، جایز نیست که برگرده از فکر او، اما امام چی که گفته باشه به گفته همون. ولو قدر انمله، یعنی که به مقدار یک سری انگشت، یعنی که اجازه نمیتن که از مذهبش براید. بل انه یجب علیه الا یقلد، بلکه به او واجب است که تقلید نکند یگون کسی را غیر از وی دیگه مذهب نرود. و اذا وجد الدلیل خلاف قول امامه، اگر ما با یک دلیل از بخاری خواند که مخالف قول امامش باشه چیکار میکند؟ این بسیار صادر میشه همین مولای بی سواد ما. فلیؤول الدلیل حتی یتناسب مع قول امام، باید که همین این طرف توپ تیاد و این طرف توپ تیاد که به همون سخن امامش باید که او را کج راست کرده، یعنی که چیکارش کنند به قول امامش موافقتش کنند. لانه زعم لامامه الحصانه عن الخطا، چون که با گمان دارد که امام او باید که خطا نکنه. با خطا در چی بوده؟ خطا در حدیث. الله اکبر. و انه لا يتصور منه وقوع الخطا. این تصور کردن نمیشد که امام ابو حنیفه یا امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک خطا کرده باشند. سبحان الله، خطا در چه؟ امروز که اگر حدیث مخالفی گفتی امام ابو حنیفه باشد، اگر حدیث مخالفی گفتی امام شافعی باشد، با خطا در کی است؟ خطا در حدیث، نعوذ بالله. اگر کسی دیده دانسته که خطا در حدیث، کافر میشه. انا به سوادی ملا مرده تمام این سرگردانی تاجیکستان، تمام این فتنه و آدمکشی آدمخوری اینها اپوش انمی ملای به سواد. ما امروز نمیتونیم دولت متهم کردن، ما حق و حقوق نداریم که دولت عیبدار کردن، زیرا که اپوش انمی ملای به سواد صادر شده این فرقه و وایها. بل کادو ان یصرحوا بعصمت ائمتهم، یعنی قریب است که صراحتا اعلام کنند که امام اونها از گناه پاکه،
از خطاگی پاکه. و کل منهم یعتقد فی امامه العصمه، هر کدامش اعتقادی آن دارد که در امامش چی؟ و عصمت، بیگناه امام میگه. حنفیش میگه که ابو حنیفه بیگناه، شافعیش میگه شافعی، احمدی حنبلی. و ان قوله هو الحق، سخنی هو حق است. و این خالف الدلیل، گرچه که مخالف دلیل باشه، ما میدونیم که دلیلی از قرآن و حدیث، میگه این حق. و اذا رأيته يخالف الدلیل فاتهم عقلك. چی؟ و این خالف الدلیل، و اذا رأيته يخالف الدلیل فاتهم عقلك. فهمیدی شده؟ این چی معنا داره؟ یعنی اگر بینی که گفتی همون مذهبش مخالف دلیله، چی میگن؟ بچه میگن فاتهم عقلك، یعنی عقل تو نمیگیره. فهمیدی شده؟ و اتهم رأیک، یعنی رأی خودت اتهام کن که خودت نفهمیدی شده، یعنی باید خودت دیوون حساب کنی. واجعل قول الامام في حصانة عن الخطأ والبطلان، باید که تو سخن امامت دایم در چی گیری؟ در محافظت بگیری از خطا و بطلان. یعنی هرگز امام من خطا نمیکند، هرگز امام من دروغ نمیگه، خطا کردگی نیست، گفته باید اقرار کنی. یا لها من کارثه، ای این مصیبت کلان بینید، عدت باصحاب هذه المذاهب، و این صاحب مذهبات چخل اومده رسید، ان یختلفوا اختلافا، چنان اختلاف میکنن که ادى الى الفرقه والتباغض والتعادي والتناحر، که این مخالف اینها، مخالف مذهبی اینها، ایشان آورده به فرقه و بدبینی یکدیگر و به دشمنی یکدیگر و قربانی یکدیگر، حتی یکدیگر شمی کشن. بل كل اهل مذهب يضللون الاخرين في اقوالهم او بعض اقوالهم، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم احدا على الاجتهادات التي تكون من الناس المؤهلين في اللغة والقواعد، حين قال لا يصلين أحد العصر إلا بني قريظة. نگاه حتی بلکه هر یک سو اهل مذهب دیگر اهل مذهب گمراه میگوید در سخنشون یا که در بعض اقوالشون، با وجود این که پیغمبر علیه السلام ملامت کردگی نیست کسی که اجتهاد کنه، یعنی اصحاب اجتهاده، یعنی که ابو حنیفه اگه اجتهاد کرده باشه خطا کرده باشه هیچ گم ندارد. فهمیدید؟ امام شافعی اگه یگو اجتهاد کرده باشه یگو خطا کرده باشه هیچ گم ندارد، یعنی به کسی اجتهاد کردگی ملامت نیست. ملامت دستر کیه؟ دستر همون بیسواده که اجتهاد نمیدونه چه، التي تكون من الناس، اجتهادی که از مردم صادر میشه هیچ گم ندارد. المؤهلین، که اهل باشد در لغت و در قاعده، یعنی که لغت داند و قاعده های اجتهاد داند، هیچ گم نداره اجتهاد کنه. پیغمبر علیه السلام اینا رو سرزنش کردگی نیست. اون حینه که گفت که مثلا پیغمبر علیه السلام کجا میگن اجتهاد، من دلیل پیغمبر علیه السلام یا وقت گفت که لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظه، یگون کس نماز عصر نخوند تا مگر در بنی قریظه. نگاه کنید، یعنی نماز عصر رفته چیکار کنیتون؟ در بنی قریظه خونید. اکنون بعضی کسا نخونده رفته رسیدن در بنی قریظه، بعد چیکار کردن؟ نماز عصر خوندن. خب بعضی ها نماز عصر خونده بر رفته در بنی قریظه رسیدن. هر دو طایفه اجتهاد کردن. مقصد از در همون چه خوندن چی بود؟ مقصد در همون وقت و ساعتش رفته، اگر در بنی قریظه رفته رسیدن باشد، اگر خب کدوم اهل نرسید؟ بعضی رفته در همون نماز عصر خواندن رسیدن، بعضی کسا خوانده رفته رسیدن در همون وقتی عصر. کدومش درست؟ هر دوش درست. فاجتهد قوم وصلوا قبل وصولهم وقالوا إنما أراد الحث والتعجيل بالسير. قوم اجتهاد پیش از رسیدنشون به بنی قریظه چیکار کردن؟ نماز عصر خواندن. اون حدیثی که گفتیم ما بخاری مسلم از حدیث عبدالله بن عمر روایت می‌کنه.
و قالوا انما اراد الحث والتعجيل بالسير. گفتن پیغمبر علیه الصلاه و السلام جز این نیست که وی اراده استیزاء و امر فرمود و تعجیل یعنی شتاب کردن را در سیر اراده کرد، یعنی به همون خاطر گفت که نماز عصر در آنجا خواندن در کار که تز روان گفته. فاذا كنا قد بلغنا جهدنا ودخل وقت العصر، وقتی که ما یعنی که جهد و قوت و توانایی خود را صرف کرده باشیم و وقتی نماز عصر در آمده باشد قبل ان نصل الى بني قریظه، پیش از رسیدن ما به بنی قریظه، فنحن نصلي الصلاه لوقتها، ما نماز در وقتش میخوانیم و نحمل قوله صلی الله علیه و آله و سلم هذا، و سخنی پیغمبر علیه الصلاه و السلام یعنی همین سخنی پیغمبر را ما حمل میکنیم به چی؟ با این چی معنی داد میکنیم که پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود که لا یصلیان احدکم العصر الا فی بنی قریظه. اینه به چی حمل میکنیم؟ اینه به اون معنی داد میکنیم که انه انما اراد الاسراع فی الذهاب، این ارادی شتاب کردن را در رفتن اراده میکند، یعنی که انسان یعنی که تز روان گفته. والتزم قوم باللفظ فاخروا صلاه العصر، و قوم لفظ پیغمبر علیه الصلاه و السلام به خود سخت لازم گرفتن و نماز عصر تأخیر کردن حتی وصلوا الى بني قریظه، تا اون هنگامی که به بنی قریظه رفته رسیدند و قد فات وقت العصر، وقت عصر تمام شدگی بود. فاخبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم بذلك، این را به پیغمبر علیه الصلاه و السلام خبر دادند. ولم یعنف احد منهم، یگان کسی از اونها را یعنی چیکار نکرد؟ سرزنش نکرد. ولا قال لاحد منهم انت اخطات، یگان کسی نگفت که تو خطا کردی. یا سبحان الله لماذا خلق الله لنا العقول، شیخ میفرماد که سبحان الله، بس برای چی الله تعالی برای ما عقل آفرید؟ الیس خلقها لنا لنفکر بها، مگر آن را برای ما نآفرید که ما به او تفکر بکنیم و نتفکر فی آیاته القرآنیه و نفکر فی آیاته الکونیه، که در آیاتهای قرآنی و در آیاتهای کونی او متفکر بکنیم. هذا هو الغرض الذي خلق الله لنا العقول من اجله، این همان مقصد است که به خاطر آن الله سبحانه و تعالی برای ما عقلها را آفرید. بل ذم الله الناس الذين لهم قلوب لا يفقهون بها، بالعکس یعنی الله سبحانه و تعالی تنقید کرد، سرزنش کرد مردمی را که برایشون قلب عطا بخشیده است با اون قلب حقیقت را نمیفهمند. ولهم اعین لا یبصرون بها، برایشان یعنی که چشم هست و به اون چشم ها یعنی حقیقت را نمیبینند. ولهم آذان لا یسمعون بها، برایشان گوش هست و حقیقت را به اون گوش فرا نمیدهند، نمیشنوند. فقال الله سبحانه و تعالی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، واقعا ما ذرأنا به معنای خلقنا است، ما آفریدیم برای جهنم بسیار از جن ها و انسان ها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ایشان اونها دارای قلب هستند که لا يفقهون بها ای لا يرون ولا يفهمون بها الحق، نمیبینند و نمیفهمند به اونها یعنی که اون قلب ها حقیقت رو یا که حق را. ولهم اعین لا یبصرون بها، برایشان چشم هست ولی حقیقت رو نمیبینند. ولهم آذان لا يسمعون بها، و برایشان گوش هاست و به اون گوش ها حقیقت ها یا که حق را نمیشنوند. اولئک کالانعام، اونها به مانند چارپایان هستند، حیوان هستند که درباره چی در کدام خصوص؟ در خصوصی نفهمیدن و نشنیدن و ندیدن. بله بل هم اضل، برعکس اینا از حیوان هم بدترن. برای خاطر چی؟ برای خاطر آن که لان الانعام تدرک و ما ينفعها و يضرها، چون که حیوانات واسش چی درک میکنن، چی به اونها فایده چی ضرر است. اینها باشن بالعکس. اولئک هم الغافلون، این کسا غافلان هستند. اللهون و الساهون، این بیهودو دنگوسو عمخلان. وقال الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، آیا بس شما، یعنی این خطاب به کیست؟ با کسانی که و فهل عسیتم یعنی لعلکم یعنی فهل عسیتم والمخاطبون هم المنافقون، یعنی منافقان را خطاب کرده است. شاید که شما ان تولیتم، اگر شما اعرضتم عن الاسلام، رو گردان شوید، ان تفسدوا فی الارض، در زمین فساد میکنه. در زمین فساد کردنی
مردم و چی میشود؟ به عمل المعاصی، به انجام دادن کارهای معصیت، گفتارهای معصیت، عقیده های معصیت و غیرون. و تقطعوا ارحامکم، و سیلی رحمتون قطع میکند، یعنی قطع خویش تباره میکند. اولئک الذین لعنهم الله، چون این کسا را الله لعنت فرمود. لعنهم یعنی از رحمتش ایشان را سر کرد. طردهم من رحمته، لأن اللعنه بمعنى الطرد. فاصمهم، ایشان را الله سبحانه و تعالی چه کر قرار داد از چی؟ عن سماع الحق، از شنیدن حقیقت. و اعمى ابصارهم، دیده هایشان یعنی که کور کرد. ای جعل علیها غشاوة، با دیده هایشان پرده قرار داد عن ابصار الحق، از دیدن حق و حقیقت. افلا یتدبرون القرآن، مگر در قرآن تدبر و اندیشه نمی کنند. ای یتأملون و یتفهمون، ام علی قلوب اقفالها، یا که در قلب، یعنی البته اینجا بلکه در قلب‌های ایشان قلب است، یعنی قلب‌های ایشان محکم است. علی قلوبهم مغالقها لا تفهم ولا تعیل، یگون چیزی نمیفهمند. و اخیرا در آخر شیخ میفرماد که فإن القرآن ملیء بالرد علی هذه الشبهه، قرآن پر است از رد علیه این شبهه شیطانه. و السنة ملیئة بالرد علیه، سنت نیز پر است از رد علیه این شبهه شیطانه. ولكن ماذا نقول اذا كان اهل العلم الذين يظن بهم سيردون على هذه الشبهه ويبطلونها بالادله الصحيحه الصريحه من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قرروها. ولی ما چی گفتم میتوانیم وقتی که در اینجا اهل علم و ملاها، اینها کسانی هستند که به اینها گمان برده می شود که اینها باید که رد کنند این شبهه را، این علیه این شبهه باید که اینها علیه این شبهه شیطانه ردیه بنویسند، رد بکنند و اینها با دلیل از قرآن و حدیث، دلیل صحیح و صریح از قرآن و حدیث گرفته این شبهه را باطل قرار بدهند. ایشان بجای این خودشان یعنی که این شبهه ها را یعنی که در دام شیطان افتیده خودشان رواق و گویم رونق داده ایستادند، یعنی که پهن کرده ایستادند. و انبروا لمحاربه من ردها، و مبارزه میبرند و استوار ایستادگی میکنند برای خاطر جنگیدن علیه کسانی که این شبهه ها را رد میکنند. و تیماهم بزندقتی، اونها را زندیق و دیگر نامهای هر خیلی یعنی که نامگذاری میکنند. و انا لله و انا الیه راجعون. واقعا این مصیبت است. هر آینه ما از آن الله هستیم و به سوی الله باز خواهیم گشت. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا. در آخر الله از الله سبحانه و تعالی مسئله داریم که طبق نشانداد قرآن و حدیث یعنی ما و شما را عمل کننده قرار داده باشد.